تصمیم گرفتن و انتخاب کردن بعضی چیزا واقعا سخته. اینکه اولی درسته یا دومی، یا اصلا به خیال همه چیشیم و بریم یه سری مثلا. من همیشه ساعت 6 بیدار میشم. تا ساعت 7 و نیم میرم پارک و بعدش برمیگردم خونه. یه صبحونه میخورم، آماده میشم و بعدش میرم سر کار. شاید با خودتون بگید چقدر خوبه این کارایی که میکنی، اما این فقط ظاهرشه. من میتونم برات هزاران دلیل بیارم که این خط داستانی اصلا مناسب نیست و الان میخوام فقط یکی از اونا رو بهتون بگم. یکی از کارهایی که من توش بدم برنامه‌ریزی کردن برای زندگیمه. این فقط لیستی از چندین لیستای برنامه‌ریزیمه که هیچ کدومشون رو نتونستم درست انجام بدم. لیست کارهایی که باید انجامشون میدادم رو مینوشتم، ولی از 10 تا فقط 2 تاش تیک می‌خوردن. عواقبشون هم خیلی عذاب داشت. کارام انباشته میشد، خسته میشدم، مغزم دیگه نمیدونست باید چی کار کنه، استرسم هم خیلی زیاد میشد. از این به بعدش رو یه تصمیم گرفتم که قول بدم که به برنامه پایبند باشم و این دفعه دوباره یه برنامه دیگه نوشتم. بچه این برنامه فرداست، بریم ازش بریم. صبح پا شدم، رفتم پارک، به خیال خودم داشتم ورزش میکردم که یهو اصلا چرا من میام پارک وقتی این حرکات هست؟ دلمو شکست و من دیگه پشیمون شدم برم پارک. ناامید شدم. برگشتم خونه، صبحونه خوردم و رفتم سر کار. برگشتم خونه، کلی از انرژیم خالی شده بود و دیگه حوصله هیچ کاری نداشتم. نشستم یه فیلم نگاه کردم. تا به خودم اومدم دیدم کلی از تایمم گذشته. کارام عقب افتاده، مجبور شدم بیدار بمونم و کارام انجام. بعدش خیلی دیر خوابیدم. فردا صبح که بیدار شدم خیلی خسته بودم. اصلا حوصله هیچ کاری نداشتم. به خاطر همین پارکم نرفتم. بعد همین که داشتم صبحونه میخوردم یه اتفاقی افتاد. یه صدای خیلی خیلی بلندی از توی بالکن اومد. بلند شدم و آروم آروم رفتم سمت. همین که داشتم نگاش میکردم یه کاغذ بود که روی اون کاغذ نوشته بود که به خودت میای. خیلی بهش فکر کردم اما هیچ چیزی در ذهنم خطور نکرد. خدایا منظورش چیه؟ به خودم اومدم دیدم که باید میرفتم سر کار. آماده شدم و رفتم سر کار. برنامه اون روزمو اونجا نوشتم. همین که برگشتم خونه یه اتفاقی افتاد. الو خوبی؟ چه خبر؟ گیم نت؟ رفیقم بهم زنگ میزنه و میگه که بیا بریم گیم نت. نمیدونستم بین برنامه و گیم نت رفقامو ول کنم یا به برنامه برسم. نمیدونستم باید چی کار کنم، کدومشون انتخاب میکردم. تردید و شک داشت دیوونم میکرد. رسیدم خونه، کلی از تایمم رفته بود، کارم عقب افتاد. گندش بزنن. یه ایرادی هست بچه‌ها، یه مشکلی هست که برنامه هیچ موقع اولویتم نمیشه. همینطور که داشتم با رفیقم حرف می‌زدم خوابم برد. که دوباره اون صدای ترسناک اومد، اما با یه صدای خیلی بدتر، خیلی بدتر. همین که داشتم میرفتم نزدیکش استرس تمام جونمو گرفته بود که خدایا این سری دیگه نوبت چیه. یه کاغذ خیلی بزرگتر.
باز به خودت بیا بابا، بس دیگه. کیه ما رو مسخره خودش کرده؟ بابا بس دیگه، به خودت بیا، به خودت بیا. ما خوابیده بودیم، تقصیر اومد بیدار شدیم. بابا بس دیگه، ای خدا دیوونه شدیم. دیگه بس دیگه، کل زندگیمو اشغال کردی. برو دیگه، برو دیگه. خیر خسته شدم. آی خدا جون. یکم هم به خودت بیای بد نیست پسر.